درود بر همسترا. دلت بر ما تنگ شده بود؟ ما هم دلمون برا تنگ شده بود. از 300 میلیون دلار در 30 دقیقه تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در سراسر جهان و دوباره آینده کریپتو در ایالات متحده. بیاین به بزرگترین عناوین این هفته نگاه کنیم. بالا خیلی بهتر از پایینه. اما ظاهراً 50 سنت یک خریدار سکه میم نیست. رپرها آخرین قربانی هک آنلاین و ترویج کریپتو شدن. حساب ایکس او هک شد تا یک سکه گونیت سولانا میم را در روز جمعه تبلیغ کند. این رپرها بعداً به اینستاگرام رفتن و گفتن که این پست‌ها از او نمیآیند و هکر موفق شد در 30 دقیقه 300 میلیون دلار درآمد کسب کند. البته سکه بعد از پست‌های او سقوط کرد. مؤسسات مالی حرکت‌های بزرگ کریپتو را انجام می‌دهند. یک بانک بزرگ بانکی در انگلستان، استاندارد چارتریت، یک میز تجاری بیت کوین و اتریوم را در لندن راه‌اندازی می‌کند، در حالی که اولین ETF بیت کوین در استرالیا به کار می‌رود، در حالی که ایالات متحده منتظر راه‌اندازی رسمی اتریوم ETFs در این کشور و یک ETF سولانا ممکنه در کانادا در راه باشد. آیا این کار رو کردن یا نکردن؟ این یه سواله. سکه دونالد ترامپ رو به یاد دارید؟ کسی که مردم ادعا می‌کردن توسط یا در حمایت از رئیس جمهور سابق ترامپ ایجاد شده است. خب، حالا دوست نزدیک خانواده ترامپ، راجر استون، ادعا می‌کنه که هیچ کس از خانواده به هیچ وجه با کریپتو درگیر نیست. این با آنچه برادر داروسازی مارتین شکریلی در مورد دخالت بارون پسر دونالد در سکه گفت متناقضه. حقیقت کجاست؟ هنوز نمی‌دونیم، ولی به زودی متوجه میشیم. و اطلاعات بیشتر در مورد کریپتو و انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده. دوقلوهای میلیاردر وینکلوس هر کدام 1 میلیارد دلار در بیت کوین به کمپین دونالد ترامپ اهدا کردند، زیرا آنها معتقدند که دولت او به صنعت کریپتو خوش آمد میگوید. خب اینم بود برای امروز. با ما همراه باش و به یاد داشته باش که همسترها قدرتمندن. یکی برای همه و همه برای یکی. فردا میبینم تو.